پرژن BMS تقدیم می کند. کاوشی در تعصب. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در مجموعه برنامه‌های کاوشی در تعصب را از جنبه‌های مختلف تعریف و بررسی کردیم و به این جمله آقای خلجی رسیدیم که بدون شناخت و احترام به حقوق اقلیت‌ها هیچ آزادی و عدالتی تحقق پیدا نمی‌کنه و واقعیت اینه که تا حقوق اقلیت‌ها رعایت نشه هیچ کس دیگه‌ای هم نمیتونه از حقوق و آزادی خودش به عنوان یه شهروند دفاع کنه. و بحثمون به اینجا رسید که برای ساختن جهانی بر اساس بردباری و محبت باید بردباری رو به بچه‌هامون یاد بدیم و برای آموزش بردباری اولین قدم اینه که نابردباری رو بتونیم تشخیص بدیم. دیدیم که کینه‌توزی، سختگیری، ستمگری، برتری طلبی، زورگویی و ضعف عزت نفس، مردد و تلقین پذیر بودن، انعطاف ناپذیری و تجاوزکاری و خودخواهی از خصوصیات کسایی که بردباری رو یاد نگرفتن. یکی دیگه از خصوصیات این افراد اینه که خودشون رو معیار و ملاک قرار میدن و تحمل افکار و نظرات دیگران رو ندارن. پافشاری روی عقاید خود، حتی وقتی این عقاید نادرست هستن هم، که دیگه اصلا میشه گفت خود تعریف تعصبه. خشونت و پرخاشگری هم که متاسفانه به دنبالش میاد. بر اساس یافته‌های روانشناسا، افراد متعصب روابط اجتماعی متزلزلی دارن و در مقابل افراد ضعیف ابراز عقیده میکنن و تسلیم افراد قوی تر میشن. به عقیده روانشناسان، افراد متعصب از احساس کمبود محبت و حس طرد شدگی و مورد پذیرش نبودن رنج میبرن. اینا مسائل خیلی مهمیه که به ما میگه چه شرایط و عواملی باعث میشه که یه بچه در معرض بیماری تعصب قرار بگیره. پس یکیش کمبود محبت و احساس طرد شدگیه. میشه نتیجه گرفت که نادیده گرفتن نیازهای کودک و عدم تایید والدین باعث میشه که بچه‌ها دچار تعصب بشن. بله، بیمهری والدین و حتی دیگران به کودک عامل خیلی مهمی در ایجاد تعصبه. مسلمه که نبود یه نظام تربیتی صحیح توی خانواده و عدم آموزش راه و رسم و نحوه درست ابراز عقیده به بچه‌ها هم در این قضیه مؤثره. خانواده هایی که با اعمال انضباط شدید اداره میشن و پدر و مادر افکار و عقایدشون رو به بچه‌ها تحمیل میکنن هم مستعد تعصبن. گاهی هم تعصب حاصل تقلید و عدم رشد فکری بچه‌هاست. یعنی عدم رشد فکری زمینه رو آماده میکنه که بچه‌ها تعصب رو از افراد متعصب یاد بگیرن و تقلید کنن. تجاربی که بچه‌ها از برخوردهای نادرست دیگران پیدا میکنن هم میتونه در اونها تعصب ایجاد کنه. اینطور که پیداست، تعصب در خیلی از موارد نوعی سرکشی و عصیان فرده در مقابل بی‌توجهی‌ها و یا ظلم‌هایی که بهش شده. اما همه اینها قابل اصلاحه. البته بهترین درمان مثل همیشه پیشگیریه. والدین باید بدونن که رفتارهاشون با بچه‌ها میتونه چه عواقب فردی و اجتماعی داشته باشه. اینه که باید مراقب باشن وظیفه خودشون رو در مقابل بچه‌هاشون به خوبی انجام بدن و اونا رو به درستی تربیت کنن. به نظرم اولین کار برای اینکه بچه‌هایی فارغ از کمبود عاطفی و تعصب داشته باشیم اینه که محیط صمیمی و پرمحبتی رو در خانواده ایجاد کنیم. چیزی که برای آسایش و خوشبختی خودمونم لازمه. درسته. اگه توی خانواده‌ای روابط بر اساس محبت و گذشت و ایثار و فداکاری باشه،
بچه‌ها سازگارتر و انعطاف پذیرتر بار میان. شاید بعد از محبت مهمترین نکته در پرورش بچه‌ها عدم تبعیضه. اگه ما در مورد بچه‌هامون تبعیض قائل بشیم، هم عدالت رو زیر پا گذاشتیم و ظلم کردیم و هم زمینه بسیار مساعدی برای رشد تعصب و تبعیض در بچه‌هامون ایجاد کردیم. احساس تعلق هم خیلی مهمه. بچه‌ها باید بدونن و احساس کنن که به جایی تعلق دارن. این اون احساس ضعف و عدم امنیتی که زمینه ساز تفکرات تعصب آمیزه رو از بین میبره. دوستان و سروران عزیز، هفته آینده باز همین بحث رو دنبال میکنیم تا راههایی پیدا کنیم برای پرورش کودکانی متحمل و وسیع النظر و رها از تعصب و تبعیض. تا هفته آینده، بدرود.